Selamat terus, hola behame. Salam a todos, hola behame. En este video solo escucha. No traduzcas. No te preocupes por cada palabra. Tu cerebro sabe cómo descubrir un idioma. Cómo lo hacen los niños. Escuchar con calma te revela los patrones del persa. Relájate. Deja que cada sonido te abra una puerta nueva. Primero veremos el texto con su significado y puntos clave. Y luego solo tú y la música del idioma. Este video relata mi experiencia en el viaje espiritual de Arba'in. Arba'in es una conmemoración musulmana que se celebra 40 días después de Ashura. Recuerda al Imam Hussein, nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que murió en Karbala. Millones de personas hacen una gran caminata hasta Karbala para visitarlo. آماده ای؟ بزن بریم. یک پسر بچه 10 ساله با دوچرخه گروه ما رو همراهی می کرد. با ما به زبون عربی صحبت می کرد. عربی من خوب نیست. اما کمی می فهمم. با سختی حرفهاش رو می فهمیدم. بیاین به خونه ما بریم. دوش هست، جا برای استراحت هست، غذا، میوه، چایی. بعد از غذا شما رو به زیارت دختر امام حسن میبریم، شریف بنت الحسن. هیچ وقت اصرارهاش رو فراموش نمی کنم. دوست من، لطفاً بذار کوله پشتیت رو بیارم. با یک لبخند جواب دادم بذار تو رو روی گردنم حمل کنم. سوار شو. خب خیال کن من الاغ تو هستم. بیا رفیق، بیا. زود باش بپر. به من جواب داد نه، هرگز. بعد از راه رفتن زیاد و گذشتن زمان، در لحظه اذان نزدیک خونه‌شون بودیم. از بیرون خونه پرچمی رو بالای خونه دیدم. پرچمی با نام امام رضا. قلبم شروع به پرواز توی آسمون شهر مشهد کرد. توی حرم امام رضا. درست مثل یک کبوتر. عباس دستم رو گرفت و گفت دوست من بفرمایید. چشمهام پر از اشک شد و قلبم لبریز نور. خونه یک حیاط کوچیک با چند درخت داشت و یک سالن بزرگ برای مهمونا. صاحب خونه مردی جوان، بزرگوار و مؤدب بود، با لباس عربی سیاه. اسمش رو نمیدونستم، اما میشد ابو عباس صداش زد. پدر عباس. عباس کنار پدرش ایستاده بود، مثل یک شکارچی پر افتخار با
6 مهمان ایرانی. ابو عباس ما رو به سالن هدایت کرد. روی زمین چند فرش بود و دور تا دور سالن چندین بالش و همچنین چند مهمان عراقی. شام یک غذای بسیار خوشمزه و اشرافی بود. امفتح برنج و یک عالمه گوشت. بعد از شام یک وانت بیرون خونه بود. با اون به حرم دختر امام حسن رفتیم. حرم پر از زائر بود. در حرم آرامشی بی‌نهایت و غمی عمیق بود. خدایا چی به خانواده پیغمبرت گذشته؟ چرا از قرنها پیش تا حالا کودکان و زنان باید بی‌عدالتی ها رو تحمل کنند؟ چرا؟ بعد از زیارت به خونه برگشتیم. مهمون نوازی بی‌نظیر بود. اگه یکی از مهمونا به حمام میرفت، مادر خونه با دستهای خودش لباسها رو میشست و خشک میکرد. صبح فردا بعد از یک صبحانه مفصل هنگام خداحافظی به ابو عباس گفتم برای همه چیز ممنونم. برای مهمون نوازی و محبت شما و مخصوصاً برای پسرتون عباس که خیلی به ما کمک کرد. متشکرم ابو عباس. ابو عباس به آرامی به شونه عباس زد و خیلی کوتاه به من جواب داد هوا خادم کن، خدمتگزار شماست. در برابر عظمت بزرگواری او هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. بیرون خونه یه بار دیگه به پرچم امام رضا نگاه کردم و با دو سیل اشک به سفر ادامه دادم. ای سرور من امام حسین، عشق تو اینقدر منو محترم میکنه یا حسین. صابر هستم، معلم فارسی. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدی. اگه خوشت اومده لطفاً لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن، نظر بده. خیلی ممنون. یک پسر بچه 10 ساله با دوچرخه گروه ما رو همراهی میکرد. با ما به زبان عربی صحبت میکرد. عربی من خوب نیست اما کمی میفهمم. با سختی حرفهاش رو میفهمیدم. بیاین به خونه ما بریم. دوش هست، جا برای استراحت هست، غذا، میوه، چایی. بعد از غذا شما رو به زیارت دختر امام حسن میبریم. شریفه بنت الحسن، شریفه دختر امام حسن. هیچ وقت اصرارهاش رو فراموش نمی کنم. دوست من لطفاً بذار کوله پشتیت رو بیارم. با یک لبخند جواب دادم بذار تو رو روی گردنم حمل کنم. سوار شو. خب خیال کن من الاغ تو هستم. خیال کن من خر تو هستم. بیا رفیق، بیا. زود باش، بپر. به من جواب داد نه هرگز. بعد از راه رفتن زیاد و گذشتن زمان در لحظه اذان نزدیک خونه‌شون بودیم. از بیرون خونه پرچمی رو
بالای خونه دیدم، پرچمی با نام امام رضا. قلبم شروع به پرواز توی آسمون شهر مشهد کرد. توی حرم امام رضا، درست مثل یک کبوتر. عباس دستمو گرفت. دوست من بفرمایید. چشمهام پر از اشک شد و قلبم لبریز نور. خونه یک حیاط کوچیک با چند درخت داشت و یک سالن بزرگ برای مهمونا. صاحب خونه مردی جوان، بزرگوار و مؤدب بود، با لباس عربی سیاه. اسمش رو نمیدونستم، اما میشد ابو عباس صداش زد، پدر عباس. عباس کنار پدرش ایستاده بود، مثل یک شکارچی پر افتخار، با 6 مهمان ایرانی. ابو عباس ما رو به سالن هدایت کرد. روی زمین چند فرش بود و دور تا دور سالن چندین بالش و همچنین چند مهمان عرب عراقی. شام یک غذای بسیار خوشمزه و اشرافی بود. امفتاح، برنج و یه عالمه گوشت. بعد از شام یک وانت بیرون خونه بود. با اون به حرم دختر امام حسن رفتیم. حرم پر از زائر بود. در حرم آرامشی بی‌نهایت و غمی عمیق بود. خدایا چی به خانواده پیغمبرت گذشت؟ چرا از قرنها پیش تا حالا کودکان و زنان باید بی‌عدالتی ها رو تحمل کنن؟ چرا؟ بعد از زیارت به خونه برگشتیم. مهمون نوازی بی‌نظیر بود. اگه یکی از مهمونا به حمام میرفت، مادر خونه با دستهای خودش لباسهای او رو میشست و خشک میکرد. صبح فردا بعد از یک صبحانه مفصل، هنگام خداحافظی به ابو عباس گفتم برای همه چیز ممنونم، برای مهمون نوازی و محبت شما و مخصوصاً برای پسرتون عباس که خیلی به ما کمک کرد. متشکرم ابو عباس، متشکرم. ابو عباس به آرومی به شونه عباس زد و خیلی کوتاه به من جواب داد: هو خادم کن، خدمتگزار شماست. در برابر عظمت بزرگواری او هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. بیرون خونه یک بار دیگه به پرچم امام رضا نگاه کردم و با دو سیل اشک به سفر ادامه دادم. ای سرور من امام حسین، عشق تو منو اینقدر محترم میکنه. یا حسین. همیشه با لبخند، همیشه با عشق. siempre con sonrisa, siempre con amor y amor. خداحافظ، خدا نگهدار. ادیاس.